شبکه فعال جوانان برای اصلاح و تغییر گردهمایی را با شعار 11 سال حضور جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در افغانستان و باز هم جنگ در کابل برگزار کردند. اشتراک کنندگان این گردهمایی با انتقاد از ادامه جنگ در کشور تاکید کردند با وجود بیش از 10 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان هنوز هم جنگ در کشور ادامه دارد و روزانه چندین تن قربانی می شوند. سازمان ملل متحد به عنوان ناظر بین المللی و حامیان دولت افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا و دهها پیمان استراتژیکی که در جریان 2 سال گذشته میان افغانستان و سایر کشورهای غربی به امضا رسیده است، خود به کدام درد مردم افغانستان خواهد بود. اشتراک کنندگان این گردهمایی از جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا درخواست کردند دلایل بیش از 10 سال حضور خود در افغانستان و تداوم جنگ در کشور را به مردم توضیح دهند. اعضای شبکه فعال جوانان برای اصلاح و تغییر میگویند در حالی که افغانستان با کشورهای عمده جهان به ویژه آمریکا پیمان استراتژیک بسته است، اما این کشورها در دفاع از افغانستان بی تفاوتی نشان دادند. نیروهای بین المللی 11 سال میشه که در افغانستان فعالیت میکنن، اما با اینکه اینا فعالیت زیاد دارن در افغانستان، اما در امنیت افغانستان قدر تغییرات نامده، یعنی که افغانستان باز هم در همون حالت نامنیست. سیاست‌های خصمانه داشته جامعه جهانی در مقابل مردم افغانستان که مردم را در سردرگمی واداشتن. چه قسم 45 کشور در افغانستان که در تاریخ ناتو بی سابقه است، اینا چطور نمیتونن که حداقل 30,000 نیروی مخالف یا حداقل تشویقشون کنه به خاطر صلح، ولی که بالای پاکستان و کشورهای منطقه اینا فشار وارد کردن نمیتونن به خاطر صلح در افغانستان؟ بر ما این بهامات وجود داره. شبکه فعالان جوانان برای اصلاح و تغییر با سپردن قطعنامه 12 ماده‌ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواهان توجه بیشتر در ایجاد صلح، امنیت در افغانستان و مبارزه جدی علیه تروریسم در منطقه شدند.